إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه، إرغاما لمن سب وشتم ورفض. اللهم عليك بالرافضة السبابين الشتامين الغالين، شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث، ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال. و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و محبت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند به فضل و منتش رسیدیم به سوره مبارکه الحجر که امروز اولین آیاتش را میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب و قرآن مبین. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. آیا این رژیم خونخوار خدای مهربانی به مردم نشون داده یا یه خدای میرغضب، همچون که امامتش میرغضبه؟ سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. الف لام را هست آغاز کار که رمزی است از سوی پروردگار. چنین است آیات قرآن کتاب، خدا ساز باطل جدا ساز باطل ز راه ثواب. جدا ساز باطل ز راه ثواب. سوره حجر سوره مکیه
یعنی در دوران ضعف مسلمانان نازل شده و دوره ایمان سازی و انسان سازی و دارای 99 آیه و با یه سخن جامع و بلیغ شروع میشه و اون این که منهج زندگیتون باید قرآن باشه، قرآنی که راجع به الوهیت، راجع به خداوند، راجع به یکتاپرستی، راجع به توحید کاملترین سخن آورده، خبر یقین آورده که در آخر آیات سابق فرموده بود که خردمندان اولوالالباب با تعقل در آن به پیشواز قرآن میرند. اینجا در آغاز این سوره میفرماید الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. اینها آیات کتابی است، آیات قرآنی است که روشن، مبین، واضحه. برعکس آنچه دجالی مثل خمینی و تا کلینی ادعا میکنند که این قرآن قابل فهم نیست، خود قرآن، خود خداوند میفرماید که نه، این قرآن قابل فهمه، بلکه واضحه، واضح ترین کتابه. و این سوره با حروف مقطعه شروع میشه که این حروف مقطعه توقیفیه که جبریل علیه السلام این چنین اونها رو برای پیغمبر خوانده و پیامبر صلی الله علیه وسلم این چنین اون رو به دیگران ابلاغ کرده و این کتاب، این قرآن بر قومی نازل شده که در زبان سرآمد روزگار بودند، اهل فصاحت بودند، اهل بیان بودند. هیچ کدوم از اونها راجع به این حروف مقطعه اشکالی مطرح نکرد. حروف مقطعی است که ناطق به اسماء حروفه، نه به مسمیاتش. ما میدونیم که هر حرفی یک اسم داره، یک مسما داره. وقتی ما میگیم یا می‌نویسیم کلمه کتبه، نوشت، حروف کاف و تا و با رو می‌نویسیم، اینا رو پهلو هم قرار میدیم تا این وقتی اینها رو پهلو هم قرار میدیم، این حروف یا اون کلمه به شکلی در میاد که ما شما نطقش میکنیم. اون وقت اینا رو اسمشو مسمیات حروف میذاریم. اما اسماء حروف کاف، باء، تاء، مسما کتابه. اسماء حروف جز متعلم نمیدونه، کسی که تحصیل کرده، درس خونده. ولذا شما وقتی میخواید کسی رو امتحان کنید خواندن نوشتن بلدی یا نه، میگه این حرفایی که شما میزنید اینا رو هجا کن. یه کتاب مثلا این کتاب هجا کن، حروفش چیه؟ اگه اسماء کاف و تا و با رو بیاره معنیش اینه که خواندن نوشتن بلده، اگر نه. این قرآن همچون که میدونیم به عنوان معجزه بر اعرابی نازل شده که در زبان عرب نابغه بودند، سرآمد روزگار بودند. برای این کار جشنواره ها میذاشتند، مثل جشنواره هایی که امروز من شما میذاریم راجع به پیشرفت های صنعتی. ولذا خداوند سبحانه و تعالی خواست که معجزه قرآن از همان معجزه‌ای باشه، از همان نوعی باشه که اونها درش سرآمدند، نابغه‌اند. اگر معجزه‌اش در یه چیز دیگه میبود میگفت ما اینو نمیدونیم، کار ما نیست. اگر شما راست میگید در فنی که ما سرآمدیم، تبحر داریم، شما ادعا کن تا ما بالاترش بیاریم یا مثلشو. لذا قرآن از همون نوع و جنسی اومد که خودشون درش نابغه بودن و شکست خوردن. زبان عربی با همون مفرداتی که کلماتشون رو تشکیل میدادن. آنچه قرآن را معجزه قرار داده
اینه که سخنان خالق، سخنان مخلوق نیست. الف لام را به اصطلاح همین مواد خامی هست، همین حروفی هست که شما با زبانتون باش حرف میزنید. ولذا اهل علم میگن که اینا از اسرار قرآنه. هر کلمه یک سری داره. والذی انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات وهن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم الزيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. خداوند اون ذاتی است که کتاب برات نازل کرده. خداوند نازل کرده که یه هپروتی به نام امام زمان که هرگز از مادر متولد نشده 2/3 بدزده ببره که آخوند دجال نمایندش باشه و خمس بگیره و شهوت رانی کنه. هو الذی انزل علیک الکتاب، اوست خدایی که برات کتاب نازل کرده. در این کتاب آیه های محکمی هست که اینها اساسیات کتابند و دیگری آیات دیگری هست که متشابهاتند. اونهایی که در قلبهاشون مرض وجود داره، زیغ وجود داره، گمراهی وجود داره، دنبال متشابهاتند. ابتغاء الفتنه، در صدد ایجاد فتنه هستند. بسیار میخوان معنیشو بدونن. و ما یعلم تأویله الا الله، تعویل و تفسیر متشابهات و جز خدا کسی نمیدونه. خداوند دست داره، ید الله فوق ایدیهم، چه دستی ما نمیدونیم، چطوری نمیدونیم، خود خدا میدونه. اما راسخون فی العلم، اهل علم راستین چی میگوین؟ یعنی ما بهش ایمان داریم، همینطور که خدا گفته کل من عند ربنا، همش از طرف پروردگاره. یعنی که قرآن دارای آیاتی است محکم. آیات محکمش اونه که اون آیاتی است که برش ثواب و عقاب مترتبه. آیات متشابه نه، مثل همین آیات حروف مقطعه مثلا. و کسانی که در قلبشون مرض وجود داره، دنبال مرض و غرضند، میگم هی دنبال این متشابهاتی میگردند که قرآن ازشون نخواسته. نه اینکه معنیشو میخوان بدونن، بلکه برای اینکه فتنه ایجاد کنن. خب آیا شما برای این چون این افراد، برای این اهل فتنه باید گفت که شما همه چیز میخوایی با عقولتون بفهمید؟ آیا عقل، خود عقل وسیله فهم و وسیله درک یه چیزی نیست؟ مثل چشم، مثل گوش، مثل زور و بازو، مثل قدم، مثل زبان. آیا چشم من و شما همه چیز رو میبینه؟ طبیعیه که نه. بلکه دید حدود مشخصی داره. از مسافتی دورتر چشم نمیبینه. گوش هم همچنین، از مسافت دورتر، مسافت معینه دورتر چیزی رو نمیشنوه. هر انسانی یه بعدی داره، حدود دیدی داره. هر کسی قوه بصرش با دیگری فرق میکنه. یه انسان قوه دیدش قوی دورتر میبینه، یه انسان قوه دیدش ضعیفتر نزدیکتر میبینه و چه بسا نیاز به عینک داشته باشه. خب چشم هم وسیله درکه. همه من شما قبول دارن که حدود معینی داره و گوش هم همچنین. خب عقلم هم این چنینه. عقلم حدود مشخصی داره. عقل نامحدود نیست. ولذا چیزهایی هست که امکان فهمش وجود داره، چیزهایی هست که امکان فهمش وجود نداره. آدم با تسلیم میشه. و رسول اکرم علیه السلام راجع به آیات قرآن میفرماید ما عرفتم منه فعملوا به. اون چرا که ازش میشناسید، میفهمید، بهش عمل کنید. و اون چی که متشابهه ایمان بیارید فقط، چون ازت عمل نخواسته. الف لام میم ازت عمل نخواسته. طه ازت عمل
نخواسته، کاف ها یا عین صاد ازت عمل نخواسته. ایمان بیارید که سخنان خداست کافیه. تا اینکه وقت ظهورشون بیاد، تا اینکه خداوند سرشون رو بر مردم روشن کنه. قرآن همه اسرارش رو بر همه مردم نداده، چه بسا که بر زمانهای بعدی اسراری داشته باشه. گذشت زمان تفسیرش میکنه. هر چقدر که عقل بشری پیشرفت کنه، خداوند بهش اجازه بده که رازی از رازهای قرآن رو کشف کنه. اما راجع به آیات احکام هیچ کسی نمیتونه مجادله کنه. ولذا راجع به متشابهات خداوند میفرماید و ما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم. تفسیرشو جز خدا و راسخان در علم نمیدونن. این یک معنا. یا اینکه جز خدا تفسیرشو نمیدونه و راسخان در علم میگن که این همش پیش از طرف خداونده، ما بابش ایمان میاری. و اینجا خداوند فرمود الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. این تلک اشاره به ما سبقه و اشاره به اون چیزی که از کتاب میاد. آیات جمع آیه یعنی نشانی، چیز عجیبی که جلب توجه بکنه. آیات، نشانی ها یا طبیعیه در این کائنات، مثل شب، روز، خورشید، مهتاب، اینها همه ثابت کننده وجود حق تعالی است. یا اینکه آیاتی است اعجاز آور، معجزه، دلالت بر صدق رسالت از طرف خداوند میکنه که اینا معجزات رسول خدا صلی الله علیه و سلم، معجزات رسولانه. یا اینکه آیات قرآن کریمه، پس آیات یا طبیعیه یا معجزاته، یا قرآن کریمه که بیانگر راه زندگی برای مردمه. خداوند اضافه میفرماید که قرآن مبین. آیا کتاب چیزی غیر از قرآنه؟ نه. کتاب اگه به طور مطلق ذکر بشه، شامل همه کتب آسمانی بر انبیا میشه، مثل صحف ابراهیم، زبور داود، تورات موسی، انجیل عیسی علیه السلام. همه اینا کتابه. ولذا ما اونا رو میگیم اهل کتاب. اما اگر این کتاب معرف به الف لام باشه، الکتاب، جز به قرآن اطلاق نمیشه. برای این کتاب خاتمه، به عنوان ختم کننده کتاب ها نازل شده و بر همه کتاب پیشین مسلطه، هیمنه داره. ولذا اینجا با وصف خاصی اومده و اینجا دوباره خاص رو بر عام عطف کرده. الکتاب قرآنه و این دلیل بر این که قرآن نوشته میشه و نوشته شد و در قبل هم نوشته شده در لوح محفوظ. خب راجع به کتب پیشین هم گفته نوشته شده. اگه چنین اشکالی پیش بیاد چی؟ کتب پیشین بعد از این که نازل شده مدت ها بعد نوشته شده، چه بسا در حیات بعد از خود پیغمبران. لیکن مثل قرآن در وقتی که جبرئیل آوردش فوراً نوشته نشده. اما قرآن نه، قرآن در همون حینی که نازل شده پیامبر دستور داده که بنویسنش، قرنها بعد نوشته نشده. قرآن از صفاتش اینه که کتاب مبینه، کتاب واضحه. هم در ذاتش کتاب واضحیه و هم برای دیگران واضحه و محیط بر هر چیزی است.
برای خداوند میفرماد که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در این کتاب از هیچ چیزی فروگذاری نکردیم. هر امری که نیاز به حکم داشته باشه یا مفصل در قرآن میبینیش، یا اینکه از اهل علم سوال میشه که تا با اجتهادشون رو درک کنن. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدونید از اهل ذکر سوال کنید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.